خب سلام دوستان و انجینر عزیز، به ویدیوی نهم از سلسله ویدیوهای پروژکت دیزاین خوش آمدین. ما این چوکات آماده شده را از شیت های قبلی کاپی میکنیم، اینجا میاریم و فقط قیمت ها را از این قسمت مومنت راست و چپ و مکس گادرها را انتقال میدیم. ما راست و چپ در بالای گادرها انتقال دادیم ولی مومنت مکسش مانده است. بیم 4 انتقال میدم، بیم 4 مومنت مکسش 33 مساوی 6 مساوی 19 صفران میخواد دلیت کنم مساوی بیم چند میشه؟ بیم 7 میشه. بیم 7 مومنت مکس، بیم 8 مومنت مکس، بیم 8. خب مومنت های مکس هم انتخاب کردیم. حالا نوبت به مومنت های پایه رسید. مومنت های پایه را انتخاب میکنیم. مومنت راست میشه قسمت، مومنت راست و مومنت چپ، مومنت راست، مومنت چپ، مومنت راست، مومنت چپ، مومنت چپ، مومنت راست. البته راست و چپ به این بیم چهارم گفتیم که خلاف هم دیگه هستن. این مومنت راست است. دوباره بیم 5 مومنت چپ، مومنت راست، مومنت چپ، مومنت راست و مومنت چپ 37 است. مومنت راست 38 مومنت راست نیست، این مومنت چپ است 38 و اینی مومنت راست است 38 مومنت راست است. مومنت راست 39 و یا مومنت چپش، مومنت راست، مومنت چپ، مومنت چپ 12 و یا مومنت راستش 13 مومنت راست، مومنت چپ، مومنت راست 14 مومنت چپ، راست، مومنت 15 و مومنت 15 چپ و در اینجا چپ 16 و ایشون راست. بالای بیم 17 30 راست و چپ، راست و چپ، راست و چپش رو انتخاب میکنیم و دی راست و یا چپ. سیو میکنیم فایل خود ذخیره شود. کپی بود از چی؟ از مومنت، از قوای بریشی نهایی مانده. خب به خاطر سادگی کار از قوای بریشی نهایی کافی میکنم
تعمیر مکمل. نمیشه به خاطر از اونو کپی و این قسمت پیست میکنم. خب کار ساده است، مکمل امیر انتخاب میکنم تا به این قسمت کپی میگیم، میریم این طرف به این قسمت بالا تا این طرف همینجا پیست های پرلنگ میگیم پرلنگ و یه قسمت بعضی هایش قیمت گرفت که البته این قیمت ها درست نیست و اشتباه است. خب تغییر میتونی تغییر دادن از یه موقع کاری نداره، فقط اینا را مرجع سنتر. خب دیگه میشه مرجع سنتر نکنیم و میشه نمیشه چون که نیاز است کمباینیشن را مرجع سنتر میگیم. خب درست است. خب حالا مومنت ها و بیار انتخاب میکنیم مساوی. ببینیم کجا از کجاش انتخاب شد. نه باز قسمت اینجا است. خب شیر نمیفهمم از این طرف گرفتیم یا از اون طرف گرفتیم. شیر یک بار ببینیم که چی کارش میشه کرد. نه خیر اوقات سخت نیست، دارم شیرش تنظیم میکنیم خودمون در اینجا که خب واضحه و خوبشه. مساوی در بیم است، شیرهای بیم البته یکی را دیگه واضح تر بسازیم. مرجع ثبت خب در بیم هستیم. بیم یک مساوی در کیوی لیفتش انتر. خب کیوی رایتش هم انتخاب میکنیم مساوی رایتش مساوی رایت دوم. رایت سوم رایت چهارم پنجم چه خوب است که اینا را به هم نزدیک بچسبانیم کار ما ساده شد. نام بیمه باشه.
نام بیم باشه فقط قوایشه میمونیم. خب یه هم انتخاب شدم مساوی بیدی مساوی از بیم پنجم است. بیم پنجم لفتش رایتش بیم شش لفت بیم شش رایت بیم شش بیم هفت لفت بیم هفت رایت بیم هشت لفت بیم هشت رایت بیم نو لفت بیم نو رایت بیم ده لفت بیم ده رایت بیم یازده لفت بیم یازده رایت بیم دوازده لفت بیم دوازده رایت بیم سیزده لفت بیم سیزده رایت بیم چهارده لفت بیم چهارده رایت پانزده همونطور لفت و رایت. خب کالم مساوی ای رایتش میشه یه هم لفتش میشه رایت لفت رایت لفت لفت رایت مساوی رایت مساوی بیم کالم ششم رایت لفت مساوی بیم هفتم رایت لفت مساوی بیم هشتم رایت لفت مساوی بیم رایت لفت بیم دهم رایت لفت بیمینی البته کالم یازده رایت لفت کالم دوازده لفت و ایش رایت میشه. خب کالم سیزده رایت و لفت دلیت مساوی اینی رایت سیزده این رایت سیزده است. بچه‌ها کدام میشه دیگه انتخاب کنم مساوی سیزده اینی لفتش است نه ای رایتش است این لفتش است لفت سیزده چهارده رایت لفت پانزده رایت اینی لفت شانزده رایت اینی لفت هفده رایت یوم لفت. بعد این قسمت رایت لفت اشتباه شد 16 اینی لفت است و اینی هم رایت است. مشکل هم ندارم یک قیمت است ولی بازم باید مراعات کنیم. 20 اینی رایت است و یوم لفت است. اینی 19 رایت رایت 18 رایت و رایت 28 خب بیام شیعرود که
مکمل رسم شد. خب حالا چی میکنیم؟ از تمام کمباینشن ها رو کپی میکنیم. این از این قسمت که کپی گرفتیم عرض دیاگرام رو کپی میکنیم. کنترل سی فقط این میگه. کنترل وی قیمتاش تغییر کرد. کنترل وی قیمتاش تغییر کرد. اینجا نداره مورد مکس چون دیگه قسمت صفر است. از سر بار ترکیب برف خرابی کرد. خب مکمل شد. تمام دیاگرام ها برای ترکیب و کل چیز آماده است. خب این است دیاگرام ها و ما میتونیم به خاطری که کارمون خوبتر و منظمتر باشه و عام فهمتر باشه میتونیم تمام اینا رو هاید کنیم. و میتونیم این طرف هم بیاییم اینا رو همچنان هاید کنیم. حالا ما کارمون سطره و منظم شد. تمام دیاگرام ها همراه با مقدار جدولش هم. حالا از جدول یک کپی میگیریم کنترل سی و یک شیت دیگه به نام مکس میزنیم. کنترل وی کار کنترل زید میگیم لیستای پرلینک. حالا کلشون آمدن و یک تای دیگر عین خود همین کنترل سی و کنترل وی کنترل زید کنترل وی کنترل زید. خب اینجا قسمت پیست ولیو باشه این دیگه قیمت ها باشه فقط این هست. کامباینشن نه بلکه ایره به جنس هنتر میگیم. اوکی و مکس ام و کیو مکس کیو انتر مومنت نهایی مرجع هنتر.
حتی کلا منفی است، نوشته میکنیم که مساوی من قوس باز اینمی قیمت ها یکیش اینمی قیمت کامه این قیمت کامه میتونم در قسمت فرمولا بار ببینین اینجا کامه ای و کامه کامبینیشن بالا رو انتخاب کامه کامبینیشن پنجم و کامه کامبینیشن ششم قوس بسته انتر مینیمم ها رو انتخاب کرد. پس این وقتی که تا پایین کش کنیم تمام قوایی که مینیمم منفی بودن در اینجا را انتخاب میکنیم و ایشم چون کلا منفی است یا میشه مینیمم انتخاب کنه مینیمم مکس در این قسمت به جای من مکس تایپ میکنیم یه نوشته میکنیم که مکس اینمی قیمت ها رو بگیم تغییر خود این رقم بیسته تغییر خود گیچ خب قیمت کلا مثبت است پس مکسش میگیم بگیم قیمت کلا منفی است پس میگیم منش بگیم مینیممش منفی 69 ببینیم باشه اینجا تا پایین کش میکنیم خب مینیمم ها را گرفت و میره فرمول ادامه میدیم چون اینجا مثبت و منفی است دیگه در قوای ارزی پایه مثبت و منفی است بعد در هر کدامش یک بار من و مکس تایپ کنیم خب اینجا مثبت بود پس میگیم مکسش هست و مکس انتقال میدیم به می طرف میگیم من چون علامه منفی است کوچکترین منفی رو بگیره و همین کار همین طرف ادامه میدیم مینیمم شد و حال میره پایین کش میکنیم میگیم مینیمم قیمت انتخاب کن و ایره پایین کش میکنیم چون قیمت مثبت است میگیم ماکسیمم قیمت این قسمت کم جنجال داره دیگرش با ساده است حالی هم منفی است منش است انتخاب کردن خب همین کار تا به آخر انجام میدیم تا آخر که انجام دادیم میریم از کامباینشن ها همین جداول کپی میکنیم کنترل سی و در قسمت مکس پیست میکنیم کنترل وی
اینا خودش قیمت میگیره، فقط شیر قیمت نداره. شیر چطور قیمت بدیم که میریم کل امیر انتخاب میکنیم، کنترل سی میگیم، میریم این طرف نمی قسمت پیست های بررنگ میگیم قیمت ها نخیر اشتباه شد، کنترل زید یه قسمت پیست های بررنگ میگیم قیمت ها کاملا اوکی شد، اما بازم به جای درستش نیست. کنترل زید خب خودت هم ایجاد حالا درست نامده کامباینیشنز این قسمت انتخاب میکنیم کپی کنترل سی کنترل وی قیمت ها کلا وارد شد. کنترل سی میگیم میبریم به این طرف جدول، کنترل وی پیست کاپی پیست هایپرلینک قیمت ها کلا به شکل درستش وارد شد. این از دیاگرام مکس ما. در دیاگرام مکس در جای تا قیمت صفر نمیشه، لذا مشکل نداره. اگه صفر ندیدین شما میتونید قبولش کنید، ولی میگن تا جایی را که باید دینی گیری ها صفر شود، ولی صفر نشده. چون مومنت های پایه را مکمل تا هنوز ما تغییر ندادیم از خاطر صفر نشده. این قسمت ها را مکس و منش تنظیم کنیم باز جور میشه. خب این بود از ساخت اکسل شیت که البته اینا را هر کدامش فرمولای مکس و من تایپ میکنیم. اینجا من است میاریم در این قسمت چون مثبت بود نوشته میکنیم مکس، انتر قیمت مکسی. این فرمول من داره یا من است و یا من است و اینه میره میاریم پایین اینه مکس میسازیم و اینه میرم کلن مکس انتخاب میکنیم، تنها اینه میره من میگیریم من انتر. یه وقتی که من است اینه پایین میاریم، این طرف کلن منفی است، قیمت های من انتخاب میکنه ولی خودش مکس انتخاب میکنه. مکس قیمت میدیم چون مثبت است قیمتش مکس. حالا مکس شد دوباره ایره پایین کش میکنیم و انتقال و همین کار تا به پایین میکنیم و این انتقال داده بدیم. فقط اینا مونده که باید مکس باشه. دوباره من میسازیم از اینجا تا به بالا را نیاز بالا من میسازیم. یعنی
منفی است، من انتخاب شده ولی اینی منفی است، من نداره. اینی من است، نه یه ماکس است. پس اینه میره من میسازیم، شروعش از اینجا میشه. مینیمم قیمت ها رو انتخاب کن از اینجا تا و پایینه، تا و خود این قسمت، تا و این قسمت مینیمم انتخاب کن. باز میاره اینی رو دوباره مینیمم ها رو تغییر میده. این خب من داره دیگه، داره ای که من است. پس اینی یا من ولی اینی مکس باید باشه، چون این من است، این مکس x و شفت x هم کنترل سی میگم و انتر میکنم. مکس و همه دیگه را مکس میسازیم. ایران مکس میسازیم و اینمی قیمت هم مکس میسازیم و تموم میشه. خب کلا قیمت ها جور شد. گفتم که باید در دو طرف صفر شود مومنت ها، ولی اگه در وسط صفر نشد مشکل نداره. ببین در وسط صفر نمیشه ولی در دو طرف صفر است. این شد مومنت مکس نهایی. دیاگرام بورشی اعظمی. خب مکس نوشتم میکنیم اصلا مکس دیاگرام مومنت مکس. خب بیام تو دیاگرام آخر شد، ذخیره میکنیم. خب این شد دیاگرام. مومنت وسطی داره، شیر داره، مومنت داره، مکس ها درست است. ولی به خاطر یک تغییرات چی میکنیم؟ این قسمت ها جور کنم. خب میرم در قسمت اسنولود. در اسنولود اینجا 75 کیلوگرم است. فقط در این قسمت ها قیمت میگرفت من 1 کیلوگرم نوشتم. 1 کیلوگرم انتر، چون این قسمت ها قیمت بگیره از خاطر در یک قسمت من صفر تایپ کردم بجایش اینا روابط از لینک برام که باید اونجا صفر تایپ نمیکنم. اون قسمت هم برین جور کنید کمباینشن. این قسمت هاست که باید جور شود و بعدا در کویکام میره 1 کیلوگرم در متر مربع علاوه میکنیم. یک مقدار بار ناچیز چون هم قیمت مکسش انتخاب کنم و ویدیو تمام است. تحلیل تمام شد. این کمباینشن هاست و این مومنت مکس. حالا ما میتونیم با استفاده از این دیزاین کنیم و یک قسمتی از درس ها در بخش ورد مانده بود که او را حالا تشریح میکنم چطور از اکسل به ورد دیاگرام ها انتقال داده بودیم. از خاطر اگه اونجا تشریح میکنم فهمیده نمیشد. حالا از روی از اینکه تشریح کنم شما میفهمید که دیاگرام ها از کجا شد.
وقتتون خوش بخیر.